حبذا خلق كريم طاهر قد مازجته سلامة الأذواق فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق فقد اصطفاك مقسم الأرزاق حين تطربني الخلال كريمة طرب الغريب بأوبة وتلاقي وتحسني ذكر المروءة والندى بين الشمائل عزة المشتاق فالناس هذا حظه مال وذاك مكارم الأخلاق يا حبذا خلق كريم طاهر قد مازجته سلامة الأذواق بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بینندگان ارجمند و گرامی در هر کجایی که هستید و در این لحظات دارید تصاویر ما را مشاهده میکنید، خدمت تک تک شما سروران عرض سلام و ادب و خسته نباشید دارم. امیدوارم که در زمینه‌های مختلف زندگیتان کامگار و پیروز بوده باشید. با برنامه دیگر از سری برنامه‌های خلق عظیم مهمان کانون‌های گرم شما گرامیان هستیم. با اجازه شما خدمت جناب مولانا سید مجیب الرحمن انصاری کارشناس این برنامه نیز عرض سلام و ادب دارم و حضورشان را در استودیو خیر مقدم میگم. سلام علیکم. تشکر. ما هم خدمت شما جناب استاد بزرگوار و خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی عرض سلام و ادب و احترام دارم. سلامت باشین. تشکر جناب مولانا سید بزرگوار. خب بینندگان گرامی، خوشحالیم که بار دیگر با موضوع دیگر و بحث دیگر از مباحث اخلاقی از طریق این برنامه در خدمت شما گرامیان قرار داریم و در این برنامه موضوع و مقوله دیگر از مقوله های اخلاق اسلامی را به بحث میگیریم. خلقی که باید فرد جامعه اسلامی به آن متخلق و آراسته باشند. بحث این جلسه از جلسات برنامه خلق عظیم درباره خلق تعاون، همکاری، همدستی، دستگیری و رسیدگی به یکدیگر و آحاد افراد جامعه می باشد. تعاون یا همکاری یا کمک به دیگران که رمز موفقیت و رمز قوت و رمز همبستگی و اتحاد و رشد و بالندگی یک جامعه را تشکیل می دهد. با این موضوع در خدمت شما هستیم و به اجازه شما گرامیان میرم سراغ جناب مولانا صاحب. جناب مولانا صاحب بزرگوار، موضوع ما فکر کنم که باز هم یکی از موضوعات مهمی است که جامعه اسلامی و حتی جامعه انسانی نیاز مبرم به آن دارند. موضوع ما موضوع تعاون یا کمک یا همکاری به یکدیگر است. میخوایم درباره مفهوم تعاون و همکاری و اهمیت این خلق عظیم صحبت داشته باشیم. تشکر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. صدق الله العظيم. حقیقتا موضوع تعاون
و موضوع همکاری از مسائل و موضوعات مهم دین مبین اسلام هست که اسلام تأکید فراوان نسبت به این موضوع و اشارات صریح و صحیحی در این باره داریم. مسئله تعاون قبل از اینکه به اهمیت این بپردازیم، همونطوری که شما اشاره فرمودیم که تعاون به معنای همکاری هست و همیاری هست و رسیدن به مشکلات دیگران و اینها، من میخوام به طور خلاصه و فشرده خود وقت لغت تعاون فهمیدیم که به معنای همکاری و همیاری هست، ما به عبارت دیگر و یا مفهوم دیگر اصطلاح تعاون که علما برای ما بیان کردن او رو بفهمیم که از همه مهمتر هست که در بدایت عمل ما، در بدایت کار ما، در بدایت گامی که ما در تعاون برمیداریم، وقتی اصطلاح این و مفهوم این از لحاظ شرعی به ما معلوم بشه و مشخص بشه، حقیقتا انسان به او کار و به او عمل لذت بیشتر خواهد برد. علما بیان فرمودن تعاون المساعدة على الحق ابتغاء الاجر من الله سبحانه و تعالی. از دیدگاه شرع بسیار موجز، خلاصه و بسیار با مفهوم بالا به بالا. وقتی تعاونی داریم، همکاری داریم، مساعدتی داریم، در این مساعدت ما باید این مساعدت بر حق باشه، این همکاری ما بر حق باشه و به جهت طلب اجر. از کی؟ آیا برای کسی که ما کمک کردیم؟ آیا به کسی که همکاری کردیم؟ به کسی که معاونت داشتیم؟ از او باید چشم داشته از او باید نه، من الله سبحانه و تعالی. ما وقتی تعاون، وقتی ما کمک و همکاری و همیاری و مساعدتی برای کسی داریم، باید ما اجر و ثواب خود را و مزد خود را از الله سبحانه و تعالی طلب کنیم. این در مقدمه. پیرامون اهمیت این موضوع، جناب مولانا به اجازهتون اگر در تعریف گفتین در حق، پس ما اینجا در این برنامه چون همکاری میشه مانند تیغ دولبه باشه، بیشتر به جنبه مثبت موضوع میپردازیم. بدون شک وقتی آیه قرآن که تلاوت شد، الله سبحانه و تعالی میفرماید و تعاونوا علی البر و التقوی، یک بحث هست، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. این بحث یعنی دیگر تعاون هست. میشه در بر و تقوا و در اسم عدوان باشه. بله. اما همونطوری که شما مقید کردیم برنامه بیشتر ترکیز ما میریم سر تعاون و همکاری و همیاری مثبت و امیدواریم که الله سبحانه و تعالی برای همه توفیق بده که تعاون و همکاری داشته باشیم و هم مثبت و به حق و به خاطر الله سبحانه و تعالی. وقتی اهمیت موضوع تعاون ما از لابلای قرآن جستجو بکنیم، این یک موضوعیه که الله سبحانه و تعالی میخواد جامعه را بفهمانه که این خطاب جماعی که در قرآن شده، همه شما نیازمند به همدیگر هستید. الله سبحانه و تعالی در قرآن در 89 جای قرآن گفته یا ایها الذین آمنو. این یعنی عموم مسلمان ها مخاطب میکنه. الله سبحانه و تعالی در آیات زیاده، یعنی میشه گفت که بیش از 20 مرتبه گفته یا ایها الناس. بله. این خطاب جماعی که قرآن یا ایها الذین آمنو میگه، یا ایها الناس میگه، یا در آیات زیاده الله سبحانه و تعالی یعنی خاطب میکنه، میگه یا بنی آدم. بله. خود این علما و مفسرین میفرمایند این خطاب جماعی یا ایها الذین آمنو یا ایها الناس و خطاب یا بنی آدم، این را میخواد نشان بده که ای بنی آدم، ای مردم، ای مسلمان ها، همه شما نیازمند همدیگر هستید. چنین نیست که یک شخص بگه که من به معاونت و کمک فلانی نیازی ندارم. شما ببینید در تمام دنیا رئیس جمهورا معاون داره، حتی بعضی معاون اول داره، معاون دوم داره، وزیر
سطح وزارت نه رسید. حتی معاون در تخصص‌های مختلف، در زمینه‌های مختلف. من میخوام که از بالا شروع کردم که یعنی شخص شاید بگیم که خب رئیس جمهور چی نیازی به معاونت و تعاون داره؟ رئیس جمهور وزارت‌های مختلف و افراد تا میایم پایین رتبه که حتی یک مدرسه 10 نفری هم که باشه مدیر مدرسه است، معاون مدرسه هست. پس در اینه که همه انسان‌ها نیاز به کمک و همکاری و همیاری دارن. شما ببینید در قرآن سوره عصر که حضرت امام شافعی رحمه الله میفرمایند، میگن اگر برای هدایت بشر اگر همین سوره هم فقط نازل میشد کفایت میکرد. الله سبحانه تعالی در این سوره که از لحاظ الفاظ و آیات و حروف موجز و خلاصه، اما از لحاظ معنا و مفهوم اگر بخوایم شرح بدیم فراگیر و اینا، الله سبحانه تعالی میفرماید والعصر. خب این که الله قسم یاد میکنه، خب قسم یاد کردن الله عظمت و بزرگی عصر نشان میده که مفسرین توجیهات عصر نبی کریم صلی الله علیه و یا هر عصری که هست یا نماز عصر رو در اینها، ان الانسان لفی خسر، انسان در زیانه. این انسان در زیان هست، مثل برفی که در فصل تابستان در زیر شعاع آفتاب قرار داشته باشد در حال از بین رفتن و در حال ذوب شدن هست. انسان در زیان هست. حالا این انسان میخواد از زیان نجات پیدا کنه، الله سبحانه و تعالی اینجا استثناء میکنه. خب چی کسانی از زیان نجات پیدا میکنن؟ الا الذين آمنوا، مگر کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن. ایمان و عمل صالح، خب بس تمام. یک شخص بگم من ایمان دارم، عمل صالح هم انجام میدم، نماز میخونم، قرآن میخونم، حج میرم، هر کس بالاخره فردی بالاخره به تنی، آیا از خسران نجات پیدا میکنه؟ نه خیر. الله سبحانه و تعالی میخواد که نشان بده که ای انسان، تو در جامعه زندگی میکنی، بین مردم زندگی میکنی، بین اقشار مختلف زندگی میکنی، اینجا میخوای از خسران نجات پیدا بکنی، این دو شرط دیگر فراموش نکن، دو موضوع دیگر فراموش نکن: تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. خود توصیه به حق و توصیه به صبر، این بحث تعاون هست، بحث همکاری هست، بحثیه که ما رو متوجه میسازه. اگرچه بحث طولانیه به این آیه، تک‌محوری و تکروی و اینکه من را چی به دیگران، این در اسلام مطلوب نیست. اسلام زندگی بشر را، زندگی انسان را به شکل جماعی و گروهی طرح. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند ید الله مع الجماعه. این چی نشان دهنده؟ ادامه حدیث میفرمایند من شذ فی النار. کسی که تکروی کنه، از جماعت جدا بشه، تنها که شد تنها در جهنم میره. مثال دیگری که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میدن، میفرمایند که همان گوسفند طعمه گرگ میشه که خود را از رمه جدا بسازه. همه گوسفندا محفوظ هست که با همن، ولی گوسفندی که از رمه و گله جدا شد طعمه گرگ میشه. انسان هم از اجتماع وقت خود را کشید و گفت که ما با مردم چی کار. و حتی شعار انگلیس که شعارهایی که دشمن بین جامعه آورده، بعضی انسان ها میگه که خب فلانی به قبر میگذارن، مر به قبر میمانن، بز به پارچک خو، میش به پارچک خو. الفاظی که یعنی میخواد که خود را تبرئه بکنه که من مسئولیت ندارم در بین جامعه. این افرادی که مثلا مشکلات دارن، افرادی که مریضن، افرادی که گمراهن، افرادی که در فسق و در فجور و در بالاخره افرادی که حتی کافرن. شخص بگم من با کفار دیگه به من چی ربط و ارتباطی داره؟ خودش میدونه و خدایش و خودی جواب میده در این راستا. پس به اینه که الله سبحانه و تعالی در این سوره میفرماید تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، جزء شرایط این که انسان از خسران نجات پیدا کنه. چون بحث تعاون و همکاری هست، احادیث زیادی داریم و آیات زیادی داریم. ما چند حدیث از احادیث رسول صلی الله علیه و سلم اشاره میکنم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند پیرامون همکاری و همیاری و اینها مثال بیان میکنن: مثل المؤمنین، مثل مؤمنین در چیه؟ فی توادهم و تراحمهم و تعاطفهم مثل الجسد. انسان مؤمن یعنی وقتی که مؤمن شد میگه لا اله الا الله محمد رسول الله، این دیگه در محبت، در عطوفت، در رحمت و مهربانی و شفقت به دیگران مثل چی؟ مثل یک جسد واحدیه.
جسد واحد یعنی چی؟ ادامه رسول الله میفرماید اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقتی که انسان شب میخواد بخوابه دستش درد میکنه، آیا میشه که بگه که تو دست درد بکن و چشم بخوابه؟ و از امکان نداره. دندان درد میکنه بگیم دندان تو درد بکن ولی دیگه اعضای بدن بخوابه راحت و استراحت نه. وقتی درد در یکی از اعضای بدن آمد، در یک جزئی از اعضای بدن آمد، کل اعضای بدن به خواب نمیمانه، بیقرار میکنه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که مؤمنین مثل یک جسد واحد هستند. سبحان الله. یعنی چی؟ یعنی به این که اگر همسایه من فقیره، در حدیث دیگه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که ایمان نداره، یعنی ایمان کامل نداره، لا یؤمن، در حدیث که گفته شده ایمان کامل نداره، شخص سیر بخوابه و همسایه‌اش گرسنه باشه. در این مسئله تعاون و مسئله همکاری، این یک مسئله ایمانی هست، یک مسئله دینی هست، یک مسئله اسلامی هست، یک مسئله عقیده هست، مسئله که الله سبحانه و تعالی همونطوری که در قرآن گفته شده نماز بخوانید، در قرآن گفته شده روزه بگیرید، در قرآن گفته شده جهاد کنید، در قرآن گفته شده حج بروید، در قرآن گفته شده شما همکاری داشته باشید. این نقل قولی از فلان ابن فلان نیست که ما از فلان صحابه روایت کنیم، حتی از فلان تابعی روایت کنیم، از فلان ائمه و بزرگان دین روایت کنیم. نه، قرآن هست. این قرآنی که ما ایمان داریم با ما میفرماید و تعاونوا علی البر و التقوا، شما همکاری داشته باشید در کارهای نیک و در کارهای شایسته و در تقوا و اینها. سبحان الله. حدیثی که شما بیان کردین جناب مولانا صاحب، شاعر فارسی زبان ما سعدی شیرازی رحمت الله تعالی علیه هم میره به تصویر کشیده که همه میدانند، همه بیننده های ما بنی آدم اجزای یکدیگرند که در آفرینش یک گوهرند، چو عضوی و درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. امکان نداره که حتی در اخیر بسیار سخت گفته دیگه تو که از مهنت دیگران بیغمی نشاید که نامدنن، یعنی حتی از قطار آدمیت هم دور کرده. در حدیث دیگه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که گفتیم احادیث زیاد هست، باز هم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیان میکنن المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا. یعنی بنیان دیوار. یک دیواری وقتی ساخته میشه با او یک دیواری که بسیار مستحکم، بله، این دیوار خشت به خشت از این چگونه وصله تا اگر نچسبیده باشه، اگر وصل نباشه، اگر با این انفکاک و جدایی بیایه، خب کاملا منهدم میشه و از بین میره. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید مؤمن با مؤمن مثل یک دیوار هست، مثل که این دیوار با هم گره خورده محکم شده، کال هیچ قوتی ایر انداخته نمیتونه مگر یک زور بسیار قوی بیایه بالاخره با اون مقاومت کنه. در غیر از اون یعنی فرد عادی نمیتونه او دور بندازه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مؤمن با مؤمن چنین بیان میکنن که یعنی مسلمان باید به درد مسلمان، به غم مسلمان، بالاخره به تمام مشکلات همدیگر رسیدگی بشه. حدیث دیگر که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که ارتباط به کمک و همکاری و در اینها میفرمایند، عبدالله ابن عمر روایت میکنن المسلم اخو المسلم. اگرچه حدیث زیاد است جناب استاد بزرگوار، من یه حدیث را اشاره میکنم، بعدا میریم شاید موضوعات دیگری و سوالهای دیگری داشته باشیم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند المسلم اخو المسلم، مسلمان برادر مسلمان است. وقتی ما در این فکر بکنیم بگیم مسلمان برادر مسلمان هست، یعنی چی؟ یعنی کسی که در اروپا و در امریکا، یک امریکایی که امروز میگه لا اله الا الله محمد رسول الله، او برادر من هست. یک کسی که در فرانسه هست، یک کسی که در آسیا هست، یک کسی که در افریقا هست، یک کسی که بالاخره معنای المسلم اخو المسلم همین هست که امروز متاسفانه دشمن چنان عرصه تنگ کرده که در یک منطقه و در یک قریه میبینیم که همدیگر رو برادر نمیگن. یعنی برادری امروز بر اساس سمت، بر اساس جغرافیا، بر اساس نژاد، بر اساس زبان و در اینها که یکی از اعمال بزرگترین فاجعه‌ای که بین مسلمان ها ایجاد شده این قضیه هست
یعنی در صدر اسلام شما نگاه کنیم به اطراف رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که نشسته بودن، این طرف ابوبکر صدیق از مکه، این طرف بلال از حبشه، این طرف صهیب از روم، این طرف سلمان از فارس، همه بالاخره در کنار رسول صلی الله علیه و سلم حلقه زده بودن، همه در یک فکر و در یک اندیشه و همه فکر نافکر این بود که اسلام باید به تعالی و ترقی برسه، اسلام ما چگونه به دنیا منتشر کنیم، همین در اینها. پس در اینه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند المسلم اخو المسلم، مسلمان برادر مسلمان هست. برای مسلمان این مهم نیه که این افریقایی هست، این عرب هست، این عجم هست، این ترک هست، این فلان هست، این فلان هست. امروز در دورترین نقطه دنیا اگر برای مسلمان ها غمی میرسه باید ما احساس کنیم که غم ما هست. اگر فرحتی میرسه احساس بکنیم و فرحت و خوشحالی از ما هست. المسلم اخو المسلم لا یظلمه ولا یسلمه. مسلمان به مسلمان ظلم نمیکنه. بله. مسلمان به مسلمان ستم نمیکنه. پس این یک لحظه انسان فکر بکنه که من وقتی اگر مسلمانی به دستم میفته بری ظلم میکنم، مسلمان رو خدای نکرده او اذیت میکنم، آزار میدم، او شکنجه میکنم به خاطر دنیا، به خاطر این دنیای فانی، به خاطر این زرق و برق، به خاطر این قدرت پوچ و به خاطر این سیاست پلیتی که امروزه مسلمان رو بکشه که ما به قدرت برسم، او بگم ما به چوکی برسم، ای بگم ما به ثروت برسم. واقعا هیچ عاقلی نمیپذیره اگه ذره عقل داشته باشه که این دنیای فانی تو بیا ترجیح بده بر دنیایی که او برای همیش و بقا هست. در اینه که رسول صلی الله علیه و سلم میفرمایند المسلم اخو المسلم لا یظلمه ولا یسلمه. ادامه میفرمایند و من کان فی حاجت اخیه، کسی که در این باشه که حاجت برادر مسلمان خود را برآورده بسازه. مسلمانی مشکلات داره، این مسلمان همسایه ما هست، همشهری ما هست، هم قریه ما هست، این را میشناسیم نمیشناسیم، بالاخره فعلا پیوندی که بین ما و این داده اسلام هست، قرآن هست. میفرمایند و من کان فی حاجت اخیه کان الله فی حاجتی. الله اکبر. من مشکل برادر مسلمان خود را حل بکنم، الله مشکل ما را حل میکنه. از این دیگه بزرگتر چی باشه؟ شما ببینیم اگر یک پادشاه، یک وزیر، یک صاحب قدرت به کسی بگه که تو برو حساب فلانی رو بدی، باز حسابی رو به جمع، چقدر شخص مطمئن میشه که با اعتماد به نفس، بسیار با اطمینان. الله سبحانه و تعالی میگه تو وقتی حاجت برادر خود را برآورده کردید، مشکلش را حل کردید، با او کمک و همکاری کردید، الله با تو کمک میکنه، الله تو را همکاری میکنه. در ادامه و من فرج عن مسلم کربة، کسی که یک سختی از مسلمان دور کنه، یک مشقت دور بسازه. حالا این مشقت چی مشقت مادی باشه، چی مشقت معنوی باشه، چی نگرانی، یعنی بعضی وقت شما جناب استاد بزرگوار شاید حتما یا برخورده باشیم که بعضی وقت به یک مشوره یک برادر مسلمان خیلی گیراها باز میشه. یک فرد نمیفهمه چگونه معامله داشته باشه، چگونه تجارت داشته باشه، چگونه اما یک فرد خیر میایه با این یک مشوره خوب میده. همین مشوره سبب میشه که تمام گیراها باز بشه، تمام مشکلات برطرف بشه. پس این بزرگترین یک انشراح صدر در این رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند من فرج عن مسلم کربة فرج الله عنه کربة من کربات یوم القیامه. الله کربه فکر کنم در یک روایت دیگه یوم القیامه آمده. این از این نعمت شما ببینیم، مشکل برادر خود را در دنیا تو حل بکن، الله مشکلات تو در حدیث متوجه شدیم. رسول الله میفرماید مشکل برادر در دنیا حل کردی، مشکلات تو را الله در آخرت حل میکنه. آخرتی که چقدر سخته، آخرتی که چقدر در اونجا انسان هیچ کس رسیده نمیتونه مگر الله. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. در اون روز انسان سخت محتاج اینه که کسی بیاد کمک بکنه. اینجا کی میایه؟ الله میایه که تو به فلان وقت در دنیا به بنده من کمک کردی، همکاری کردی، همیاری کردی، مشکلش را حل کردی. امروز من الله
مشکل تو را حل و میکنم. نعم بالله. این نعمت عظیم و بزرگ. در ادامه حدیث، چون حدیث کامل بشه، میگه و من ستر مسلما ستره الله یوم القیامه. الله اکبر. کسی که یک مسلمان میبینه که یک عیبی داره که نیازی نیه که عیب به جامعه منتشر بشه، نیازی نیه، بپوشان، ستر بکن. الله پوشانده. مخفی بدار. عیب مسلمان، عیب خواهر مسلمان، برادر مسلمان بپوشان. الله سبحانه و تعالی عیوب تو در آخرت میپوشانه، که همه برمیگرده به رحمت پروردگار عالم و به این که انسان وقتی با برادر مسلمان خود، یک مسلمان با برادر مسلمان خود اینقدر کمک و همکاری و همیاری و اینها داشته باشه. حدیث دیگر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که نفس همین عبارته، ولی ما اخیر حدیث چون مرتبط به همین هست، در اول حدیث میفرمایند من نفس عن مؤمن کربتا من کرب الدنیا، به حدیثی که شما اشاره کردین که روایت دیگر هست. در اخیر این حدیث میفرمایند والله فی عون العبد دام العبد ما كان العبد فی عون اخیه. الله اکبر. الله سبحانه و تعالی در کمک بنده خود هست، حامی و پشتیبان بنده خود هست، که او بنده حامی و پشتیبان برادر خود باشه. سبحان الله. تو از یک موجودی همانند خود ناچیز حمایت میکنی، ذات اقدس الهی با او عظمت و بزرگی میای از تو حمایت میکنه. اللهی که غنی هست، اما قدر که الله غنیه ما فقیریم، فقیر را کمک میکنیم، فقیر کمک میکنی، الله با او عظمت غنی به دادت میرسه. پس به اینه که احادیث زیاد هست و رسول اکرم صلی الله علیه وسلم درباره من جهز غازیا فی سبیل الله فقد غزا و من خلف غازیا فی اهله بخیر فقد غزا. کسی که یک مجاهد در راه الله تمویل میکنه، الله سبحانه و تعالی میگه در خانه خود نشسته، مجاهد تمویل کرده، جز مجاهدین هست. کسی که در راه الله جهاد میکنه و این شخص در خانه خود نشسته، فامیل و عقل مجاهد تمویل میکنه و به مشکلات اونها رسیدگی میکنه. این مثل مجاهد هست. پس اینها همه نشان دهنده کمک و همکاری و همیاری و اینها و اهمیت که آیات و احادیث زیاده بیان شد. تشکر میکنم جناب مولانا بزرگوار. به اجازه شما و به اجازه بیننده های عزیز و گرامی میریم سراغ یک میان برنامه. پس از این میان برنامه انشاءالله با ادامه موضوع در خدمت شما گرامیان خواهیم بود. با ما باشید. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شدید العقاب. و با یکدیگر بر نیکی و پرهیزکاری همکاری نمایید و همدیگر را بر انجام گناه و تجاوز یاری نکنید و از الله بترسید، بیگمان الله سخت کیفر است. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. أعيش الحياة بنور الكتاب وهدي الرسول إمام الورى
وأقفوا طريقا به الصالحون مضوا للرشاد وحازوا العلا ففيه السعادة فيه الهنا وطيب المعاش ونيل المنى وتصفو الحياة بهدي الحبيب هلما فسر في ركاب الهدى. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند بهترین همسایه نزد الله آن است که با همسایه اش بهتر باشد. هلما فسر في ركاب الهدى أعيش الحياة بنور الكتاب وهدي الرسول إمام الورى وأقفو طريقا به الصالحون مضوا للرشاد يا حبذا خلق كريم طاهر قد مازجته سلامة الأذواق فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق فقد اصطفاك مقسم الأرزاق حين تطربني الخلال كريمة طرب الغريب بأوبة وتلاقي وتحسني ذكر المروءة والندى بين الشمائل عزة المشتاق فالناس هذا حظه مال وذاك مكارم الأخلاق يا حبذا خلق كريم طاهر قد مازجته. خب بینندگان ارجمند و گرامی، با عرض سلام مجدد و دوباره در خدمت شما هستیم با ادامه موضوعمان که همانا خلق تعاون و همکاری است. شاعر میگه تعاون عطر یکرنگی فشاند، تعاون عطر یکرنگی فشاند، تعاون قطره در دریا کشاند. جناب مولانا بزرگوار درباره اهمیت تعاون، اهمیت همکاری و رسیدگی و همیاری میان افراد جامعه اسلامی صحبت جالبی داشتیم. تشکر میکنم از شما ها را میخوایم در ارتباط به این بدانیم که ما غیر از انواع، وقتی انواع همکاری میگیم، آیا منظور تنها همون همکاری که بعد منفی و مثبت داره هست، یعنی که ما انواع همکاری داریم؟ تشکر. در قسمت همکاری و همیاری و کمک و یا تعاون، متاسفانه که امروز در بین جامعه ما وقتی که بحث از تعاون و همکاری قضیه مطرح میشه، فقط یک بود از ابعاد تعاون، یک بود بیشتر جلوه میکنه در اذهان و در افکار و در اینها، همون بعد مثبت و بعد مادی. یعنی میشه به عبارت دیگر گفت که به مجردی که ما میخوایم که به یک جای محفلی میگیریم که دوستا جمع بشیم که بیایم با مسلمان ها همکاری داشته باشیم، فوراً در ذهن میگرده که خب دیگه من سرمایه ندارم به این محفل چرا برم. یا در یک مسجد می نشینیم که برادرها بیایم که به همین محل و منطقه نیاز به کمک و همکاری هست، همه یک فکر داشته باشیم، فوراً اذهان میره طرف مادیات. پس اول ما یعنی تقسیم منحصر میکنن جناب مولانا همکاری را در مادیات، منحصر میکنن در بحث عینیات و مالی، مسائل مالی و در این راستا. قرآن خود تعاون را به دو بعد تقسیم میکنه که همان مثبت و منفی، تعاون و همکاری در نیکی و بر و تقوا و اینها و در اسم و عدوان. اما از لحاظ که همان مثبتر، چون شما بیشتر گفتیم اشاره در این باشه،
تعاون و همکاری به دو نوع میشه، مادی و معنوی. در این شکی نیست که وقتی مادی میگیم خب واضح و مشخص هست که همسایه ما فقیره، باید بری از او کمک بکنیم، کمک مادی داشته باشیم. مسجد ما نیاز به اعمار داره، باید کمک مادی داشته باشیم. مدرسه ما مشکلات داره، باید کمک مادی داشته باشیم. مکتب ما نیاز به چیزایی که احساس میشه دیگه در بین جامعه، چی مال چی پول باشه. شخص میایه مثلا ازدواج کرده با مشکلات خورده از لحاظ مهریه و از لحاظ بالاخره مشکلات دیگر و ولیمه و اینها، خب ما باید برای کمک مادی داشته باشیم و در راستای مختلف. و در این فصل زمستان من و شما قرار داریم در خیلی از کشورها، خصوصا ما و شما بحث که افغانستان بیشتر ترکیز ما هست و متوجه هستیم که برف سختیه و بالاخره در ایران، در تاجیکستان، خب بالاخره در این مناطقی که در این کشورهایی که فارسی زبان و در اینها هست، خب امروز سختی آمده. سختی وقتی که آمده، خب ما خیلی اشخاص رو میفهمیم و میدانیم که اینها مشکلات دارن. از در داخل خانه هستن حتی مشکلات دارن، در مسئله پوشاک و خوراک و گرما و در این راستا. این وظیفه و مسئولیت ما هست که ما تعاون و همکاری مادی داشته باشیم. باید که همکاری ما مادی باشه، برای از اونها از لحاظ آذوقه، از لحاظ خوراک، از لحاظ پوشاک، از لحاظ جا، امکانات، که تا این که اونها راحت بشن. یعنی اگر مسلمان در این فصل در خانه خود در گرم با غذا و امکانات و بسیار مجهز و بسیار با فکر آرام در خانه خود نشسته هست و همسایه از او و همقری از او، همجوار از او به سردی و به مشکلات و به اینها سپری میکنه، همدینی و بالاخره بیخی جناب استاد بزرگوار بیخی به غیر دینی و وقتی بحث از انسان و انسانیت میشه، در زمان سیدنا عمر رضی الله عنه خلیفه دوم اسلام، سیدنا عمر آمدن در کوچه، متوجه شدن که یک موسفید استاده با دستان لرزان سوال میکنه. پرسان کردن، گفتن تو چرا سوال میکنی؟ گفت که یا امیر المؤمنین، ما یک یهودیم، ما به می حکومت اسلامی ما جزیه میپرداختم، الان دیگه توان ندارم، فقط گدایی میکنم که ما به حکومت جزیه بپردازم. سیدنا عمر دست از او میگیره و میاره، میگه تا به دیروز اگر تو میپرداختی، از امروز بیت المال به تو میپردازه. سیدنا عمر اعلان میکنن که وقتی موسفید شد، خانه نشین شد، در این که از او چیزی گرفته نمیشه که خیر، از بیت المال مسلمین به او باید چیزی داده بشه، پرداخته بشه. اخلاق اسلامی هست، حکومت اسلامی هست، این دین هست که دست امیر المؤمنین بر سر امیر المؤمنینی که اشداء علی الکفار بود، امیر المؤمنینی که از برق شمشیر از دنیا می لرزید، امپراتور روم و فارس می لرزید، اما در مقابل یک ضعیف یهودی مسکین دست مهر و نوازش میگذاره. تو تا دیروز به حکومت می پرداختی، امروز نباید گدایی بکنی، باید آرام در زیر سایه حکومت اسلامی زندگی بکنی. در اینه که ما در منطقه خود، قریه خود، در کناری که همسایه ما هست، قریه ما هست، همجوار ما هست، ولو هر کس که میخواد باشه، انسان باشه، بحث تعاون و همکاری و همیاری و کمک و اینها. در اینه که بحث مادی گفتیم، اما بحث معنوی، تعاون. شاید خیلی از دوستا بگن که ما خب نمیتونیم که مادی کمک بکنیم، نمیتونیم برنج و روغن، خب این کار تجار هست، کار معامله‌گرها هست، کار ما خیلی کسانی در جامعه داریم که اونا تعاون و همکاری معنوی دارن و باید داشته باشن. شاید در بین جامعه یک معلم بگه که خب من چگونه میتونم در جامعه خود همکاری داشته باشم؟ بهترین همکاری یک معلم داره که فرزندان مسلمانان را درس و تعلیم، درس دین، درس قرآن، مسائل که ضروری هست تعلیم میده. یک قدرتمند شاید بگه که خب من که قدرت دارم ولی پول ندارم، چه کار باید بکنم؟ از قدرتمندی که پشت میز نشسته است او میتونه که همکاری از همون قوت و قدرت خود بنماید، تشویق کنه دیگران از نفوذ، از جایگاهی که داره. و ثانیاً در اداره که نشسته، مراجعینی که میآین، بهترین همکاری همینه که اگر صلاحیتی بود زود مشکل رو حل بکنه.
این بهترین همکاری هست. امضا بکنه، نگذاره پشت دروازه و صف بکشن، قطار باشن، انتظار بکشن. این بهترین و بزرگترین همکاری هست در یک مدیر یک اداره. و اگر قدرت از اون نیست، مدیر نه، حتی یک مأمور هم میتونه بالاخره اونا راهنمایی بکنه. برادر عزیز و گرامی، خواهر گرامی، شما که به این دروازه مراجعه کردین، این در صلاحیت من نیست، شما به فلان اداره مراجعه بکنید. یک تبسم داشته باشه، یک اخلاق داشته باشه. این بزرگترین همکاری و همیاری هست. پس به اینه که جناب استاد بزرگوار مسئله انوار وقتی که ما میگیم، همونطوری که قبلا اشاره کردیم، کسی که خودی جهاد نمیکنه ولی یک مجاهد تمویل میکنه، این بهترین همکاری هست که رسول صلی الله علیه و آله میفرمایند. کسی میبینه که یک شخص به ظلم قرار گرفته، بر او ظلم میشه، ستم میشه، دست ظالم را از سر مظلوم کوتاه میکنه، این بزرگترین همکاری و بزرگترین همیاری و تعاون هست. وقتی ما نگاه میکنیم که بیان کردن سخن حق به خاطر که جامعه بیدار بشه، متوجه بشه و دشمن را بشناسه، این بزرگترین همکاری هست. همکاری علما دعوتنا، تبلیغنا، ارشادنا وقتی در راه حق باشه، این بهترین همکاری و همیاری و در اینها هست. انواع زیادی داره و خصوصا و بالاخص در زمان و شرایط امروزی که جوانهای ما میبینیم که خیلی از مشکلات قرار گرفتن در عرصه های ازدواج و در اینها، یا قرضدار شدن، پریشان شدن، شخص میره با اونا همکاری میکنه، همیاری میکنه. اما به همین جناب استاد بزرگوار، اگرچه شما اشاره کردیم که بیشتر بحث ما مثبت باشه، به خاطر از این که بیننده شاید در ذهنم این سوال داشته باشه، من میخوام ارتباط به کمک ها و همکاری های منفی یک اشاره مختصر داشته باشم. به این جناب استاد بزرگوار، مثلا یک جوان، ما تاکید میکنیم که جوانی که ازدواج کرده، امروز قرضدار شده، پریشان شده، با او کمک کنید، همکاری کنید. اما به شکل نباشه که این شخص رفته خود را قرضدار کرده. چگونه قرضداری؟ در عروسی خود موسیقی آورده، در عروسی خود اسراف کرده، در عروسی خود خدا و پیامبر ناراض کرده، در محفل و مجلس خود گناه و معصیت و شراب و بالاخره 100 رقم معصیت و اینها را اجرا کرده. با چنین اشخاص همکاری باز گناه است. ما اگر سبب میشیم که با کسی همکاری میکنیم که او همکاری ما به گناه و معصیت مصرف بشه، به گناه و معصیت روان بشه، او همکاری نیست. ما مثلا بیایم مثلا امروز شاید خیلی کسانی بگه که همکاری، مثلا میبینیم بعضی قدرت ها هستن، بعضی اشخاص هستن که از افراد ظالم حمایت میکنن، پشتیبانی میکنن و بالاخره همکاری با اونها دارن، با یک اختطافچی، با یک انسان که او احتکار داره، با یک انسانی که بالاخره ظلم میکنه، ستم میکنه. پس اینها همکاری نیست. الله سبحانه و تعالی میفرماید و تعاونوا علی البر والتقوی، کمک شما، معاونت شما، همکاری شما بر تقوا و خدا ترسی باشه. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. مثلا شاید بالاخره یک کتله عظیم و بزرگ جمع میشن، بیایم همکاری کنیم، همیاری کنیم، قوم خود را تقویت کنیم. این همکاری نیست، این همیاری نیست، این ظلمه، این جهله، این گناه هست، این معصیت هست. رضایت الله در این نیست. بیایم ما همه جمع بشیم، بالاخره حزب خور همکاری کنیم. اگر ما بحث ما قومی شد، بحث ما حزبی شد، بحث ما منطقی شد، او کمک و همکاری به درد ما. یک نکته، یک قوم عظیم و بزرگ جمع میشن، بیایم همه ما پول جمع بکنیم، ولو که در بین قوم نباشه، با فقرا و مستضعفین کمک کنیم. به فقرا و مستضعفینی که نان ندارن، در سرما قرار گرفتن، به مشکلات قرار گرفتن، بیایم کمک کنیم. مبتلای بلایای طبیعی شدن، بیایم ما به اونا کمک کنیم. این قابل قدره و قابل تقدیره. و همچنین مسائل دیگری هست که بحث تعاون و همکاری جناب استاد بزرگوار، هر کدام ما، حتی ما جناب استاد بزرگوار، یک دکتر در معاینه خانه نشسته هست، مریض برای از مراجعه میکنه و بالاخره طبیب هم با او همکاری داشته باشه با او شخصی که مریض. همکاری چگونه هست؟ به اینه که اگر یک فقیر مراجعه میکنه، زیاد سختگیری نکنه در قسمت همون اصطلاح فیسی که در افغانستان هست، زیاد سختگیری نکنه. اگر در داخل یک دواخانه، در داخل دواخانه وقتی فقیر مراجعه میکنه، پول همون دوار یا نصف نداره، یا یک چیزی داره، کمتری داره، بیشتری داره، وقت تعاون هست، وقت همکاری هست، وقت این هست. سالها فایده خوردیم، روزها فایده گرفتیم، سالها مفید بالاخره سود کردیم، سالها سرمایه پیش ما آمد. چی میشه که یک روز از مال فایده نگیریم به خاطر فقرا و مستضعفین؟ چی میشه که یک روز در این فصل زمستان ما بیایم از همو برنج و روغن و از او آذوقه‌ای که فقیر نیازمنده
ما دیگه وقتا 10% فایده میگرفتیم، 20% فایده میگرفتیم. امروز یا هیچ فایده نگیریم یا 1% فایده بگیریم، بگذاریم که فایده از جانب الله سبحانه و تعالی چه بیاید. مشکل داره جناب مانوس؟ بحث جالب را اشاره کردین که خوراک یا پوشاک را برای فقرا با نیم قیمت عرضه کنیم. شما بحث دکتر یا پزشک کردین، خیلی جالب است. چی اشکال داره اگر یک پزشک بیایه در هفته یک روز، در ماه یک روز کلینیکش یا معاینه خانهش بدون مقابل برای فقرا تخصیص بده؟ جناب استاد بزرگوار، یعنی واقعا وقتی که ما میگیم تعاون و همکاری، یک طبیب اگرچه داریم، اطبای داریم که شاید هستن در شکل نیست هستن در خفا شاید کارای کنن که هیچ کسی اطلاع نداشته. حقیقتا ما باید تشکری کنم، ما دکتر صاحبایی که در افغانستان خصوصا در حوزه غرب و هرات بارها و بارها به مدرسه مراجعه کردن که ما آمدیم طلاب شما تداوی کنیم، طلاب شما ببینیم. هست جناب استاد بزرگوار. اما نکته بسیار خوب اشاره کردیم، بسیار نکته خوب اشاره کردیم، چقدر فضای ایثار و فداکاری باز میشه، خوشنودی الله به وجود میاد که مثلا یک طبیب بیاید در یک منطقه، در یک روستا بگه من امروز در این منطقه می نشینم از صبح تا شام فقط مریض رو میبینم بدون فیس، بدون فیس، بدون فیس، در توانم چیزی که در توان لا یکلف الله نفسا الا وسعها. از این طبیب چی مصرف میشه؟ یک رنگ قلم شاید در همون روز مصرف بشه، ولی به پیشگاه الله سبحانه و تعالی چقدر اجر و پاداش در روز قیامت او خواهد دید که به بین او مراجعین فقیر و مسکینی بیایه که وقت نسخه رو بگیره یک مرتبه بگه که خدا از تو راضی باشه دکتر صاحب که چنین دلجویی کردی از ما. سبحان الله، شاید ملائکه پروردگار عالم به او لحظه نظارگر این طبیب بشن. در این جناب استاد بزرگوار، یک تاجر ما سالها فایده خورده، فرمودی شما اگر یک روز بیایه در این که الحمدلله داریم در بعضی مناطق، اما بیشتر میخوایم بشه. فضای ایثار، فضای فداکاری، تعاون و همکاری باید در فصلهایی که امروز مناطقی هست که مردم نیازمند حتی چیز عادی که گرم کنه پتو نیاز داره، در این سرپناه نیاز داره. در اینه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که کسی که راهنمایی میکنه مثل کسی که او عمل را انجام داده، الدل علی الخیر کفاعله، مثل از اونه. شاید در این لحظه صدای من کسانی بشنون که شاید نتونن همکاری کرده، اما بزرگترین همکاری اینه که شاید دوست طبیبی داشته باشن، دوست تاجری داشته باشن، دوست بالاخره خیری داشته باشن، برن اور سبب بشن او تا این که به فقرا و مستضعفین و به جامعه و به اینها کمک کنه، همان قدر اجر و ثواب که به او داده میشه الله سبحانه و تعالی به نامه اعمال این کسی که راهنمایی کرده برای از او به نامه اعمال او داده میشه. دیگه بنابراین بحث انواع زیاد هست. زمینهای همکاری، زمینه‌های رسیدگی فکر کنم بسیار زیاد است. اما میخواستم یک سوال دیگر که مطرح کنم امروز، چرا امی مقوله همیاری و کمک به دیگران و تعاون با خواه تعاون فردی باشه خواه تعاون گروهی باشه در جامعه کمتر شده؟ اسباب کمرنگ شدن این تعاون چیست؟ چی موانع سبب شده که تعاون نباشه، یعنی کند شده باشه چرخ تعاون بگیم به تعبیر اگر درست باشه؟ بحث تعاون را منطوری که در ابتدا اشاره کردم، این بحث ایمانی هست، بحث اسلامی هست، بحث قرآنی هست. هر قدر که ایمان ما قوی بشه بحث تعاون و همکاری ما پررنگ تره. سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه، رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند اگر تمام ایمان همه در یک کفه گذاشته بشه و ایمان ابوبکر در یک کفه گذاشته بشه ترازو، هنوز هم ایمان ابوبکر سنگینی میکنه. ایمان سیدنا ابوبکر صدیق، شما ببینیم وقتی که گفته میشه که بیایم در راه الله کمک و همکاری داشته باشیم، سیدنا عمر میگه من دوست داشتم که وقتی که جیش الاسره تمویل میشد در این من از سیدنا ابوبکر باید چیکار بکنم؟ سبقت را برو بعد من پیشی بگیرم. همیشه ابوبکر از همه ما پیش میشه. میگه رفتم مال و سرمایه خود را نصف کردم، مال و سرمایه خود را نیم کردم، گفتم امروز دیگه من از ابوبکر پیشی میگیرم. سیدنا ابوبکر صدیق
آماد، کل سرمایه خود را آورد خدمت رسول الله گذاشت، خدمت رسول الله صلی الله علیه و سلم گذاشت و سیدنا عمر نصف ماله. رسول الله فرمودن صلی الله علیه و سلم ای عمر چی آوردی؟ گفت که یا رسول الله تمام سرمایه خود نصف کردم، نصف در راه الله. واقعا خیلیه. امروز کی در راه الله میای نصف سرمایه خور در راه الله؟ حتی کسی که معاش داره در یک ماه اگر 5000 افغانی هم معاش داره شاید نصف در راه الله در همون ماه نده. در اینه که سیدنا عمر نصف سرمایه خور، حالا یک تاجر بیای نصف سرمایه خور در راه الله بده، واقعا کار عظیم و بزرگیه. رو به طرف سیدنا ابوبکر کردن، گفتن ابوبکر چی آوردی در راه الله؟ گفت کل سرمایه خود در راه الله آوردم. فرمودن چی گذاشتی به خانه؟ گفت الله و رسول در خانه گذاشتم. این ایمان هست جناب استاد بزرگوار. امروزه هم چی چیز مانع شده که تعاون و همکاری و همیاری و بالاخره کمک به فقرا مستضعفین کن شده؟ اول اینه که ایمان رو به تزلزل و رو به ضعف قرار گرفته. ما امروز به این باور رسیدیم که به زن و به بچه و بالاخره به فامیل و به خانواده خوب مصرف کنیم، اما وقتی که فقیر و مستضعف دست دراز بکنه یا جای در کار خیر باشه دستا به لرزه میفته، دلها به هرهره میایه. اینا که چه کار بشه؟ پولم کم شود، داراییم کم بشه. در این قسمت یک نکته که یقین ما به الله سبحانه و تعالی کمتر شده. ما نقص مال من صدقه. بله. الشیطان یعیدکم الفقر. جالبه که شیطان وعده فقر میده، ما به این یقین رسیدیم دست نگاه میداریم. والله یعیدکم مغفره. الله وعده آمرزش داده، بخشش داده، الله وعده جنت داده، ما به اونجا باز عقب نشینی میکنیم. یک نکته دوم مسئله امراضی که در قلوب آمده، مسئله حسد. هر کدام تشریحاتی داره. حسد مانع میشه، مانع کمک و همکاری میشه. حسد، مسئله بخل، مسئله کبر، غرور، جاه طلبی، مسائل دیگر که جناب استاد بزرگوار که دشمن آماده بین ما فرق ساخته، احزاب حزب ها ساخته، بین ما قوم. امروز شخص میایه کمک و همکاری که داره با قوم خود، نه به خاطر خدا، به خاطر قوم. من قبلا اشاره کردم کاش به خاطر الله انسان به قوم خود کمک بکنه، به خاطر الله دست فقیر و مستضعف رو بگیره، چی قوم باشه چی بالاخره در کناری باشه. خب اونا استدلال دارن میگن الاقربون اولا بالمعروف. اقربون به خاطر الله. در ابتدا چی گفتیم تعریف همکاری؟ گفتیم باید که کمک و همکاری به رضایت الله سبحانه و تعالی و طلب اجر از الله سبحانه و تعالی باشه، به خاطر کسب رضایت. در اینه. پس مسئله قوم، مسئله حزب، مسئله هوا و هوس. امروز تعاون و همکاری ما چی شده؟ یک مسلمان نگاه میداره کمک و همکاری خور به نزدیک انتخابات. آیا ای از روی ایمان شد؟ برداری، تصویر برداری. یک فرد کمک و همکاری نگاه میداره تا نزدیک ریاست جمهوری. یک فرد بالاخره کمک و همکاری خور نگاه میداره تا یک وقت از امون مسلمان های فقیر و مستضعف و بیچاره و پریشان و اینها بیای به نفع شخصی خود، به نفع بالاخره حزبی خود، به نفع قومی خود، به نفع کرسی خود، به نفع چوکی خود بیای استفاده بکنه. این موانعی که سر راه مسلمان ها قرار گرفته و مسلمان ها باز داشته از کمک و از همکاری و در اینها. در صدر اسلام غرور و کبر و ما اگر نمونه های عجب و خودپسندی و جناب شاید برنامه انقدر به ما اجازه نده که ما مثال های را صدر اسلام بیان میکردیم که پیوند سیدنا ابوبکر صدیق با بلال حبشی چی بود؟ قریشی بود. بلال قریشی بود. بلال سرمایه‌دار بود. بلال پیوند خویشاوندی و از این بود. بلال حبشی غلام سیاهی که او به دسترخوان خود امو وقت و زمان راه نمیدادن، وقتی میگه لا اله الا الله محمد رسول الله، وقتی سیدنا ابوبکر صدیق رو میبینه که در زیر شکنجه احد میگه، سیدنا ابوبکر صدیق میآید در راه الله سبحانه و تعالی بلال رو میخره، آزاد میکنه. بعد که آزاد کرد آیا یک روز از بلال طلب کرد که من تو را یک روز آزاد کردم امروز تو نیامدی فلان کار را انجام ندادی؟ در اسلام میگیم چی میگیم؟ میگیم ابوبکر سید ما
و اعتقه آزاد شده او آزاد شده او سیدنا. کسی که ابوبکر آزاد کرده او هم سید ما هست، ابوبکر هم سید ما هست. این که رسول صلی الله علیه و سلم فرمودن به بلال ارحنا یا بلال، این که سیدنا رسول صلی الله علیه و سلم او را مؤذن مسجد استاد کردن، او را فوق کعبه بلند کردن، آیا یک روز سیدنا ابوبکر صدیق آمد گفت که دیگه بس است، دیگه من میر که آزاد کردم، دیگه یک ضربه از این پر و بال ندیم، دیگه همین که آزاد کردم که از شکنجه خلاص شد؟ نه، دین مبین اسلام، دین مبین اسلام. امروز اگر کمک و همکاری هم که کسی به کسی میکنه، او چندین مرتبه یاد میکنه فلان روز به تو کمک کردم، فلان همکاری کردم، فلان روز مشکلات رو حل کردم، فلان روز رسیدگی کردم، فلان روز کل این خدمات امر میگه فراموش کردی. به اینه که میگه نیکی کنو تو نیکی میکنو در دجل انداز در بیابان روزی این خدماتی که خالصانه و مخلصانه باشه، همکاریایی که خالصانه و مخلصانه باشه، روزی به درد میخوره که یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. یعنی سبحان الله، حتی در عربی یک شعر بسیار زیبایی جناب محمد اگر به خاطرم به ازرع جمیلا ولو فی غیر موضعه فإن الجمیل لا يحصده الا الذي زرعه، به معنای یعنی زیبایی و خوبی را در هر جا، حتی در جایی که شاید تو مناسب نبینی، بکار و زرع کن، چرا که او زیبایی و او خوبی او حسنه را کسی به جز کسی که او را کاشته درو نمیکنه. جناب استاد بزرگوار، یک نکته دیگه که از موانع این کمک و همکاری در بین جامعه شده که اشاره داشته باشم، مسئله سوء ظن هست. سوء ظن، خب یک شخص نیاز به کمک داره، بله. نیاز به همکاری داره، نیاز بالاخره یا کمک مادی معنوی، بالاخره در این راستا اشخاص دیگری پیدا میشن میگن که این دروغ میگه، این در این راهی که روان شده، این طمعی که داره، این طلبی که داره، این در این راستا ما نباید سوء ظن نسبت به افرادی که اونها محتاجن. این شخصی که محتاج نیه و میآید دست دراز میکنه، او بینه و بین الله سبحانه و تعالی هست، الله به او معامله میکنه. اما ما باید نسبت به جامعه خود حسن ظن داشته باشیم. حسن ظن به اینه که ما باید کمک و همکاری داشته باشیم. کمک و همکاری ما در اینه که نگاه بکنیم جامعه ما، یک فرد کمک مادی نیاز داره، به کمک مادی از او برسیم. یک شخص به کمک معنوی ضرورت داره، باید به کمک معنوی. یک شخص تجارت داره، تجارت رو نمیفهم، برای روانه که در ضرر هست، باید برای از او مشوره درست و صحیح داد. اینها همه مسائلیه که ما در عرصه‌های مختلف اگر خاموش بنشینی گناه هست. انما المؤمنون اخوه، در عرصه‌های مختلف ما باید در کنار همدیگر باشیم، ما باید دست همدیگر رو بگیریم، ما باید تعاون و همکاری داشته باشیم، خصوصا و بالاخص در این فصلی که امت همه نیاز به کمک داشته باشه. در یک دقیقه یک پیامی برای افرادی که توانایی دارند، مقتدرند و میتونن برای مستمندا و بینوایها و بیچاره‌ها و نادارها و فقرا کمک کنن، فقط در یک دقیقه. پیام ما برای عزیزان و دوستان، خصوصا به کسانی که الله سبحانه و تعالی نعمت سرمایه مادی به دسترس شما عزیزان قرار داده. تاجر عزیز و خیر، تاجری که الله برای تو نعمت فراوان داده، الله سبحانه و تعالی از این نعمت از تو پرسان میکنه. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، روزی میآید که از این نعمت ها پرسان میشه. میخوام این نکته رو بگم، با خیلی اشخاص تجارت کردی، معامله کردی، بیا با الله هم تجارت داشته باش. الله که میفرماید مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع علیم. در این آیه مبارکه الله سبحانه و تعالی میفرماید که در راه ما اگر تو 1 درهم بدی، 1 افغانی بدی، 1 بالاخره کمکی داشته باشی، الله سبحانه و تعالی این 1 درهم طور، این 1 افغانی طور، این 1 حبه و دینار طور، الله سبحانه و تعالی 100 درهم و 700 درهم و والله یضاعف لمن یشاء میگردانه. پس بناء در این فصل زمستان، تاجر عزیز، برادران خیر، برادران کسب کار، هر کسی که به اندازه توان دارید، نگاه نکنید که
این منطقه منطقه پشتونشین هست، این منطقه منطقه تاجیک نشین هست، این منطقه منطقه هزاره نشین هست، این منطقه منطقه فلان قوم و فلان قوم هست. همه ما مسلمانیم، همه ما از دید انسان و انسانیت طرف همدیگر نگاه کنیم وقتی بحث تعاون می آیه. همه ما چه خوب تاجر پشتون کمک و همکاری داشته باشه با مناطق فقرا و مساکین تاجیک نشین و هزاره نشین. چی خوب تاجر هزاره ما و تاجیک ما کمک و همکاری داشته باشه به مناطقی که فقرا و مستضعفین برادران پشتون و اقوام دیگر هستند. پس بناهن انما المؤمنون اخوه، دست همدیگر رو بگیرید. این صدقه، این کمک و این همکاری لحظه میدانید که ملک الموت به بالین بنشینه. الله سبحانه تعالی می فرماید در آیه مبارکه وقتی که ملک الموت به بالین نشست، اینجا الله سبحانه و تعالی اشاره میکنه که این شخص میگه خدا یک لحظه برای من مهلت بدی. خب برای تو مهلت بدم تا چه کار میکنی؟ فاصدق، من صدقه میدم در راه تو، کمک میکنم در راه تو. پس بناهن به اندازه‌ای که توان داری، نگویید که من تاجر بزرگی نیستم، من سرمایه‌دار بزرگی نیستم. اتقوا النار ولو شق تمر، خود را از آتش جهنم وقایه کنید به نصف خرما، به یک پتو، به یک کمپل، به یک شیء بسیط و ساده و اینها که برای فقرا و مستضعفین. شاید یک جوره کفش به پای یک طفل قرار بدی همون سبب داخل شدن جنت تو بشه. شاید یک فقیری، یک موسفیدی، یک پیرزنی لحظه گرم بشه همون سبب نجات تو از آتش جهنم بشه. الله سبحانه تعالی بر ما توفیق بده تا اینکه با هم دیگر کمک و همکاری داشته باشیم و خصوصا در این فصل زمستان موفق و پیروز و سربلند باشید. الله سبحانه و تعالی این برفی که در مناطق مختلف در هر گوشه و کناری که آمده، الله سبحانه و تعالی این را بر سر مسلمین رحمت بگردانه. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. تشکر جناب مولانا صاحب بزرگوار و بحثمان را در ارتباط و تعاون و همکاری با این دو بیت زیبا و پایان میرسانیم. تعاون گر بود بر بر و تقوا، تعاون گر بود بر بر و تقوا، زداید اسم و عدوان از دل ما. تا برنامه دیگر و دیدار دیگر همه شما گرامیان و سروران را به پناه الله یکتای بی همتا می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. سلامة الأذواق، فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق، فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. حين تطربني الخلال كريمة طرب الغريب بأوبة وتلاقي، وتحسني ذكر المرسل